کویت یکی از کشورهای خاورمیانه که با ایران مرز آبی از سمت خلیج فارس داره. مساحت کویت کمه و به طور کلی 50% از مردم این کشور بومی هستند. این کشور که با عربستان و عراق همسایه هستش از لحاظ وسعت از همه همسایه‌هاش کوچیک‌تره و گاهی از یک استان اونها هم کم وسعت‌تر هستش. اما با این حال آوازش در دنیا پیچیده. کشور کویت کشوری کوچیک و کم جمعیت در حوزه خلیج فارسه که با توجه به جمعیت مهاجران و غیر بومی ها در این کشور کشوری مهاجرپذیر به شمار میاد. جمعیت ایرانیان نیز در این کشور زیاده و حدود 50,000 ایرانی ساکن این کشور هستند. کویت کشوری در غرب آسیا هستش. پایتخت اون شهر کویت و زبان رسمی این کشور عربیه. واحد پول این کشور هم دینار کویته. از میان همه ساکنان کویت 60% عرب هستند و نزدیک به 38% از ساکنان کویت نیز از تبار آسیایی هستند. کویت از لحاظ تقسیم بندی اداری دارای 5 استان هستش که هر یک از اونها توسط استانداری که از سوی امیر منصوب شده اداره میشه. دین بیشتر شهروندان کویت اسلام هستش، اما در مورد پیروان مذاهب اسلام در کویت آمار رسمی وجود نداره. اما برآورد میشه که 70% از شهروندان کویتی سنی و 30% شیعه هستند. قبل ادامه ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنی. اگه توجه کرده باشید اعراب ترجیح میدن لباسایی بپوشن که دست و پاهاشون رو کاملا بپوشونه. زنانشون هم اغلب صورتاشون رو با روبند میپوشونن. اما در کویت به دلیل اینکه تعداد مهاجران بسیار زیاده سبکی خاص رو در پوشاک مردمان این کشور مشاهده نمی کنیم. کویت برای محققان مردم شناس و علاقه‌مند به آشنایی با فرهنگ ملل بسیار مناسب استش. اگه از این دست افراد هستید سفر به کویت رو از دست ندید. پرچم کویت برای اولین بار در سال 1961 به رسمیت شناخته شد. به عنوان پرچم غیر نظامی و پرچم استان و نشان ملی شناخته میشه. این پرچم از 4 رنگ قرمز، سفید، سبز و مشکی تشکیل شده. پول رایج کویت هم دینار هستش که دینار کویت مانند پول دیگر کشورهای صادرکننده نفت وابستگی مستقیمی با دلار داره. دینار کویت آزادانه قابل تبدیل هستش و نرخ برابری اون روزانه اعلام میشه. کویت 5مین کشور غنی از لحاظ ذخایر نفتی هستش و اونقدر سرمایه داره که تونسته به خوبی از پس مخارج و هزینه‌های مهاجران بر بیاد. با اینکه کویت از نظر اقتصادی وضعیت خوبی داره اما باز هم میتوان گفت کاملا به صادرات نفتش وابسته است و حدود 85% درآمدش از این راهه. همین موضوعات باعث شده که در کویت قیمت گاز از آب هم ارزونتر باشه. آب و هوای کشور کویت بیابانی هستش اما در نواحی ساحلی تا حدودی معتدل میشه. از ماه مارس تا اواخر آپریل در صورتی که بارندگی به اندازه کافی باشه کویر سبز شده و آب و هوای مناسبی خواهد داشت. در طول فصل خشک که بین ماه‌های آوریل و سپتامبر گرما به شدت زیاده و دمای طول روز حدود 44 درجه سانتیگراد تا 54 درجه سانتیگراد هستش. کویت عجایب زیادی داره، برای همین الان بریم با همدیگه چند تاشو ببینیم. کویت هیچ منبع آب شیرینی نداره و برای استفاده از آب شرب از تصفیه آب کمک میگیرن. دینار کویت ارزشمندترین پول در دنیاست و دومین میدان نفتی بزرگ جهان هم در کویت قرار داره. کویتی‌ها جزو چاق‌ترین مردمان جهان هستند و حدود 42% اونها دچار چاقی بیش از حد هستند. همچنین کشور کویت با اینکه کشور کوچیک و کم جمعیت هستش اما دارای جاذبه‌های دیدنی زیادی هم هستش. کشور کویت مهد برج‌های زیباست و در خلیج فارس در حوزه معماری و طراحی شهرت خاصی داره. از مشهورترین این برج‌های کویت هستش که 3 برج بلند و باریک در کنار خلیج فارسه. باغ وحش کویت هم یک باغ وحش استثنایی با انواع و اقسام گونه‌های نادر حیوانی هستش که تعداد حیوانات در این بخش به 1606 عدد میرسه. در این باغ وحش انواع پرنده‌های کمیاب و حیوانات درنده دیده میشه و به طور کلی یک محیط بسیار امن برای آشنایی با کودکان به شمار میاد. مسجد بزرگ کویت به شکلی بسیار مجلل طراحی و معماری شده. این مسجد یک نمونه عالی از سبک معماری اسلامی به حساب میاد و به طور کلی بزرگترین مسجد شهر کویت هم هستش. وسعت این مکان در حدود 46,000 متر مربع اعلام شده. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه هم بودی. حتما نظرات خودتون رو تو کامنت ها برام بنویسید. در ضمن چنل رو هم ساب داشته باشید تا از ویدیوهای ما با خبر بشید. ویدیوهای کشور فنلاند رو هم نگاه کن و از دستش نده.